بريس حوال صديق ربي بري گشتي برانينه لپارزگاه دو که اول دو که گلمه که کهوال دماتا باش بم کهواتا سردان سرک وزیران جاره که دم بوداوس کو جاره چندمه حالبته آرمانجری راکشانا و برانینه و برهنارا جبو هرما کردستانه و بخو تا چند هاندره که پیتر ولات ما گیج ببید دن قطعمو که کهوال دنگمه هه بله نکهات بله وکو دیار که دسپیکا کابینا نهی حکومت هرما کردستان بسروکاتی رزدار مسرور بارزانی هزکرنا جرخانیا آبوریا هرما کردستان ایکش خالن هر گرنگ بونید برنامه کابینه پریکا و برهنان افکار بیت انجام دان لو ما افرو وکی ام ادبینین که داووس کربنده که جهانی آبوری تیتا انجام دان و جناب سروک حکومت بجارا پینجل بجدار تبید السالانه الوی کربنده دا طبعا اف کربنده گرینگی خویا های اجبر کو سروکت دولت و سروکت حکومت چندین پیوندی تینا انجام دان داووز الوی کربنده دا و دیسان یا هر گرینگ اوه که و برهنرین کردستانی ید بجدار بوین الکربند جهانی داووز دا اوجی دبیتا ریخوش کرک که و برهنرت ما ادگل و برهنر دین جهانی بجدار بن و پروژه نی بینن بو هرما کردستان الدیف تکنولوژیا پیشکفتی دیسان یا همیا گرینگتر اوه که اوه بو جارا سه ساله مالا کردستانی اوی کربنده تیتا دانان و اف ساله یا جواز ادگل ساله چوی اجبر که مالا کردستانی اف ساله به شوی که برفرهتر و مزنتر یهاتیه دانان داووس دیسان ادوی و ماله دا که چندین چالاکی و کمبون دهنه انجام دان دنافبرا یعنی لاین پیوندیدار اوید بجدار داووس و دیسان دنافبرا و برهنرت ما و برهنرت بیانی یه دولت اندی دیسان مالا کردستانی داده دلیون و برهنان اوید حریم کردستان دهنه نشان دان بو و برهنر بیانی دا که ام بشین و برهنر بیانی را کشینه حریم کردستان و دیسان تکنولوژی آنیا پیشکفتی که و جیریا دزگر که ایکش تورن کربندا داووز اورو که تیتا انجام دان و امجی دیسان گرین اینوستمنت یعنی جی کو بجین و برهنانا کسک که مفایله ببینین با هرما کردستانه دیسان تیتا نشاندان آن بو و برهنر بیانی و بو دولت اندی که هرما کردستان جینگه که آرام بو و برهنانه و هر و برهنر که بیت هرما کردستانه یا سا و برهنان کردستانه و بریارن انجمن بالای و برهنانه همی کار آسانیا اتکد که پروژه گرینگ استراتژی بله اول کواتا بابت پرسن آبوری و برانینه و گشادانه و جدرن و زل هر جیه که هبن و شواز اداره کنه باوی که باش بگمان دبه بنگه سرکه جبو دروس کنه پیوندین دوم دریج و استراتژیک و سیاسی اول هرما کردستان تتکره شواز اداره کنه و راش جاری سرک وزیران و گلو تا چند دل خوشگره کو ولاتمه جیرخانه پتر بهستر بید اكيد وكي من ديار كري كابينا نهي حكومت هرما كردستان گرنگي دايا و برهنانه و جينگه كا آرام يا درست كري بو و برهنانا بياني لو ما افهمي ادبنا فاكترين هر گرنگ که و برهنان بیتا راکشان بو هرما کردستان و پروژین استراتیجیت گرنگ بنا درست کرن که افرو ام پیدوی پیچنده اینه که پروژین ساخلمیه نه آنجی پروژین وزه نه اوید که الدیف شین بجین الدیف تکنولوژیا نی دیسان ام هرما کردستان که ببیت درگه بو باشکرنا آبوریا عراق و روشهلاتا ناوراست چون که هرما کردستان یا گنجای که پروژین
چاندنه یانجی پیشسازی خوراکی لبیت درست کردن و اوها ببیت سلکا یا خارنه غذایی بو منطقه همیه. ولی که کبال البته اف کربندجی زانی تایبتی داوس مازنترین کربند و پلتفرم آبوری جهانیه به دهان سروک و سرکردت دا بجدارن و که تا گوتی مالا کردستانی جیل ورات که درست کردن که حتی ببخاطر چند درفده که سرک وزیران دیداران دیگل مازن برپسین جهانی بکد زیده تر سرنجوان بو دوزا کردان پرسا کردان روشا دا وری راب کشید. بله بگومان هر افلکت گشتن دیپلماسی تینا انجام دادن برای سروک حکومت هرما کردستان و سروک دولت اندی و سرکردین حکومت دولت اندی و همی دبیتا رخوش کرد که هرما کردستان ببیتا یعنی خاصا ادوی وضعی دا افرو امتدا که بارودوخ منطقه همی یا آلوزه یا سیاسی بیچه یانجی امنی بیت که اوی چند بکینا واقع حال و لکت گهشتن یه انف دولتی بنا انجام دان و اف لکت گهشتنا همی کفنا بوار جبجه کرنه دا و دیسان الحرم کردستان جه خوب کد ناف کمالگاه انف دولتی دا چون که هر وکی دولت که سربخو افرو حرم کردستان یعنی یا بجدار وی کربنده دا یعنی جه خوشحالیه که اف سرداری ادگال هرما کردستان تتکرن الکمالگاه نف دولتی دا و دیسان او همید بیتا پال پشتک با هرما کردستان که دلیون و برهنان زیادتر بن و دیسان بارودوخ آبوری هرما کردستان باشتر لیبد و خلقه کی یعنی متمانه هبید که سرمایه خو بینت هرما کردستان و برجواندیت خو بینت ناف هرما کردستان دا به که مترسیک هبید السر برجواندیت وی دارایی. ولی که واتا کار که بالا که بحث رنگ ودانا اوی سیاست سرک وزیران بو پیسکرنا جیرخانه آبوری و دروست کرنا پروژه استراتژیک و تایبتی خدمت گزارین گرینج بو خلقی اگه بحث دو که بکن او لوکیشنیل پشته ام دبینین دو که چند هات که گوارتن دوان 4-5 سالان دا چند گشه کریه و نهاجی ما راپورتا که بو بحث پروژه استراتژیک لدو که کرن که هیچ در دانه که واتا اف سیاست بو کردستان و گشه کرناوی تایبتی که بحث دو که بکن تا چند سرکتی بو یگل. بله الوان 5 سال بوری دا سردم کابینا نهی دا ما نزدیک 152 پروژه و برهنان یعنی گلک شوان پروژه استراتژی بون مولات یان دای و اف پروژه کفتینا بار جبجه کرنه دا دیسان السال 2025 تایبت سال کاپر یعنی بجین یا بهابو بو پاریزگاه دو که بوجارا ایکیا 45 پروژه و برهنان مولات ورته گرن طبعا همی اف پروژه چه سردم کابینا نهی یعنی سال 2025 همی مرم آمایا سرکی او که دلیون کاری پیدا بکن بو حولاتی خو یعنی او همی دبنا فاکتره که گرنگ که دلیون کاری پیدا بن دیسان بریار سروک حکومت رضا مسرور بارزانی که همی کار آسانی بنا کرن بو وان دورن که کم گشه که قازانا و هندک ناحیه نسر پارزگاه دوکه و داکو اوجی به بهر ربن الپروژن و برهنانه لو ما مدید پشتی اف بریاره کفتی بار جبجه کرنه دا چندین پروژه هاد ندرست کرن القازا و ناحیه سر پارزگاه دوکه و او همی بونه جه دلخوشی ویخ خلکی داکو دلیون کاری الوان دوراجی پیداد بن خاصتاً او سکترن که ام گرینگی پیدین اون که سکتر پیشسازی و سکتر گشتیاری و یه چاندنه و همی گرینگن که جرخان یا آبوری پاریزگاه دوهو که هستد لبید و دیسان ام اعتماد بخینه السر برهم خوی نافخویی دیسان یا هر گرینگ او که آسایش خوراکی الپلان آمد آبو که بیتا پاراستن الپاریزگاه دوهو که لو ما السردم کابینا نهیدا دورکا تایبت یا پیشسازی خوراکی الپاریزگاه دوهو که ها تدرست کردن و کفتی بار جبجه کردن دا و چندین پروژه دی گریدای چاندن و پیشسازی خوراکی و الپاریزگاه دوهو که ها تدرست کردن لو ما یعنی ام ادبین نوکه حالیا بر همه اوان پروژان چیتا در هرما کردستانه و دیسان ما بر همه یانجی پیدوین خارنه یانجی دی
نوکا کم ام الدروتینین با هرما کردستان ام شین بشین ام اعتماد نوکا دخینه سر برهم خوی نافخویی و دیسان بو جوتیارانجی که برهم وان نای تزعیر کردن و همی تا پاراستن و تشجیع که بو جوتیارانجی که پروژن خوین و برهنان آنجی پروژت خوین چاندن بشوی که گشتی دستال برندن و زیاتر گرینگی پیبدن. ولی برس هوال صدیق رو به برگشتی برانین لپارس گهادو کی ولدو کت گلم گلی سپاس کا